سلام. مروری بر سرنوشت تعدادی از شاهان، رهبران، قهرمان‌ها و پدرخوانده‌های ایرانی‌ها طی ادوار مختلف. دیکتاتور پروری، نوکرصفتی، رعیت مآبی، تعظیم، دلا شدگی، دستبوسی، چکملیسی و حتی ابالیسی از فرهنگ قوم ایرانی است که در طول تاریخ دیکتاتورهایی رو در فارسستان پرورانده، سپس برای دستبوسی تا کمرخم یا بر زانو افتادند و سجده بردند تا چکمه و دست و پای شاه و رهبرشان را ببوسند، یا در آرزوی دست کشیدن رهبرشان بر روی لباسهایشان بودند. البته دیکتاتورها و رهبران ضعیف النفس مغلوب ایرانیان نیز برای جبران ضعفشان مراسمات باشکوه صفهای تعظیم یا نمایش‌های تصنعی خیابانی به منظور تظاهر به وجود کاریزما و محبوبیت برگزار کردند. البته این قوم که در طول تاریخ بارها تحقیر شده، اما برای ملت سازی خود را نیازمند به وجود نماد، المان، کاریزما، تاریخ سازی، خدایان زمینی و ناجیانی می‌بینند تا همچون ابزاری برای استمرار استیلا و تمرکز قدرت در تهران از آن استفاده بکنند. در این ایام اپوزیسیون قوم فارس هنوز به قدرت نرسیده، مشغول رعیت سازی از قومشان و جذب موضوعهایی از میان ملل غیر فارس هستند. این قوم پس از 45 سال اتکا به شیعیسم فارسی، این بار سعی دارد تا به فاشیسم فارسی شیعی ملی اتکا کند. پسر دیکتاتور قبلی که هر هفته یک بار ادعای وکالت و پادشاهی و رهبری دوران گذار می‌کند، این بار ادعای پدری کرده. او به صورت ادواری مصاحبه و مجری و جایزه می‌خرد تا مطرح شود، یا افرادی موضوع اجاره کرده تا علاوه بر تعظیم براش او را پدر خطاب کنند. ایران یک ایدئولوژی باقی مانده از دوران نازیسم و فاشیسم است و نقطه اشتراک گروه‌های فاشیست در میان قوم فاشیسم است. فاشیست علاوه بر آموزش جامعه فارسیستان بر آموزه‌های فاشیستی، همزمان سعی دارد تا حافظه لور، لک، سوران، کلهور، کرمانش، گیلک، مازند، بلوچ و در مجموع ملل و هویت‌های غیر فارس را از قتل عام نیاکانشان توسط شاهان قبلی پاک کنند. همچنین سعی دارند تا پس از مهندسی افکار عمومی ملل غیر فارس را در جهت حفظ و تمرکز قدرت در تهران و همچنین تأمین رفاه ساکنان تبریز تا تهران و مشهد و کرمان و اصفهان و یزد بسیج کنند. البته این قوم از تیپا خوردن‌های تاریخی هم دچار عقده شده و مدام تلاش دارد تا خود را کبیر و بزرگ و عظیم و ازلی و هزاران ساله معرفی کند. آنقدر از ملت نبودن و نشدن هویت‌های مختلف موجود در این جغرافیا مطمئن هستند که هر بار با یک ترفند جدید سعی دارند تا وانمود یا تلقین کنند که همه ما یک ملت ایرانی هستیم، در حالی که تفاوت‌ها آنقدر عمیق و شکاف‌ها آنقدر وسیع هستند که کرد، بلوچ، گیلک و هیچ کدام از این هویت‌ها در ایدئولوژی ایرانی ذوب نشده و هر روز بر ملیت و هویت مستقل خودشان بیشتر تأکید می‌کنند. در پایان سرنوشت برخی از شاهان و قهرمانان ایرانی‌ها را مرور می‌کنیم تا ببینیم که آیا ادعای ایرانیان در رابطه با گذشتهشان تقارن دارد یا خیر. آخرین پادشاه ایرانی‌ها که در داخل مرد مظفرالدین شاه قاجار بود، اما برمیگردیم به قبل‌تر و به دوران کوروشی که ایرانی‌ها از او قهرمان و اسطوره ساختند. طبق روایت هرودوت که موثق‌ترین روایت است، کوروش در نبرد با ماساگتا در آسیای میانه کشته شد. این قهرمان و اسطوره ایرانی‌ها پس از آنکه به آسیای میانه حمله کرد شکست خورد، در حالی که ارتش او 3 برابر نیروهای دشمن بود اما شکست خورد. پس از شکست ملک جومریس سر کوروش را برید و داخل ظرفی از خون گذاشت و رو به لاشه کوروش گفت تا زمانی که زنده بودی از خون سیر نشدی، اما امیدوارم اکنون از خون سیر بشی. البته لاشه کوروش هیچ وقت به اطراف شیراز بر نگشت، چرا امکان ندارد کوروشی که پسر ملکه ماساگت‌ها را کشته و لاشه‌اش در اختیار ملک تومیریس باشد، تحویل باقی مانده لشکر شکست خورده کوروش داده شده باشد تا او را به شیراز برگرداند.
و آنکه در آن زمان نه قطاری وجود داشت و نه هواپیما و نه ماشین. فاصله هم آنقدر دور بود و اگر لاشه‌اش را هم تحویل لشکرش میدادند طی آن فاصله بو میکرد و قطعا در میانه راه لاشه کوروش را دفن میکردند. محمد علی شاه پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در سال 1288 و خلع او از سلطنت، محمد علی شاه به سفارت روسیه در تهران پناه برد. او پس از تبعید از ایران در سال 1288 شمسی به روسیه رفت و سپس در سالهای پایانی عمرش در سانرمو شهری ساحلی در ایتالیا اقامت یافت و در همانجا در سال 1304 مرد. ایرانی‌ها هم به دلیل عقایدی که دارند او را در کربلا به خاک سپردند و لاشه‌اش را در همانجا دفن کردند. احمد شاه که هنوز خردسال بود به جای پدرش شاه شد. این شاه ایرانی‌ها هم تنها 12 سال سن داشت. احمد شاه آخرین پادشاه قاجار بود و بعد از خلع از حکومت برای آخرین بار ایرانش را نه برای تفریح بلکه برای تبعید به مقصد اروپا ترک کرد. او به دلیل فشارهای داخلی من جمله مجلس و فشارهای خارجی من جمله انگلیس و روس‌ها نتونست به ایران بازگرده و در ماه آبان سال 1302 به اروپا تبعید شد و در 9 اسفند 1308 در پاریس مرد. رضاخان هم یک شاه بیریشه بود، چون نه مادرش ملکه بود و نه پدرش پادشاه بود، بلکه با کمک کشورهای غربی شاه شد. همان کشورها که رضاخان رو شاه کرده بودند بعدها در روز 25 شهریور 1320 او را مجبور به استعفا کردند و 1 هفته به او مهلت دادند تا ایران را ترک کند. به تعبیری غربی ها شاه ایرانی ها را تبعید کردند. رضاخان پس از مدتی زندگی در موریس به شهر ژوانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی نقل مکان کرد و در نهایت پس از حدود 3 سال زندگی در تبعید در 4 مرداد 1323 به علت حمله قلبی در ژوانسبورگ مرد. محمد رضا شاه پس از تبعید پدرش رضاخان، محمد رضا شاه پسر با اذن و موافقت غربی ها جانشین و شاه شد. این شاه ایرانی ها هم تنها 21 سال سن داشت. او در سال 1354 پرهزینه ترین مراسم مهمانی جهان تاکنون یعنی همان مراسم تاجگذاری برای خودش برگزار کرد. پس از شروع اعتراضات از اوایل سال 1354 او نهایتاً در سال 1357 برای همیشه از ایران فرار کرد و پس از 1 سال و نیم در مصر او هم مرد. قاسم سلیمانی هم یکی از قهرمان‌های ایرانی‌ها بود که در سال 1398 توسط ترامپ کشته شد. او که همراه با چند تروریست دیگر از فرودگاه بغداد خارج شده بود، از طریق موشک شلیک شده از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. البته طبق گزارشاتی نیروهای کرد نیز در کشتن قاسم سلیمانی تروریست نقش داشتند. ایرانی‌ها نه تنها نتونستند انتقام خون قاسم سلیمانی تروریست را بگیرند، بیش از 35 فرمانده ارشد دیگر نظامی ایرانی که سرمایه‌های ایرانی‌ها بودند نیز در عرض چند شبانه روز توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه حذف شدند. حذف این تعداد از ژنرال‌ها که سرمایه‌های ملی فارس‌ها بودند در یک بازه زمانی کم در طول تاریخ بی‌سابقه بوده و نمونه مشابه دیگری نداریم. خامنه‌ای رهبر کنونی ایرانیان، خامنه‌ای در حملات اسرائیل جان سالم به در برد. البته مقامات اسرائیلی اعلام کردند که میتونستند خامنه‌ای رو هم بکشند. خامنه‌ای رهبر ایرانیان هفته‌ها در زیر زمین خود را پنهان کرد تا هدف حملات اسرائیلی ها قرار نگیرد. باید دید که آیا این قهرمان و رهبر دیگر ایرانی ها در کشور خودش با مرگ طبیعی خواهد مرد یا مانند بسیاری دیگر از قهرمان ها و رهبران و شاهان ایرانی ها به طرز غیر معمول یا در خارج خواهد مرد. رضا پهلوی پسر دیکتاتور قبلی که با پدرش فرار کرد در آمریکا دوران میانسالیش را سپری کرده. او تحت فشار زن و مادرش و اطرافیان برای شاه شدن تلاش می کند، اما قلباً تمایلی برای ترک زندگی مرفه آمریکا و بازگشت به جهنم ایران ویران را ندارد. او همچون
قمار دو سربرد به پادشاهی و رعیت‌هاش می‌نگرد. اگر انقلاب شد برمیگردد. در فارسیستان رعیت‌های زیادی خواهد داشت تا براش در صف‌های تعظیم برای دلا شدن به خط شوند. اما اگر انقلاب نشد و در آمریکا ماند، چه بهتر، بساط خودش را دارد. در آنجا هم افرادی هستند که براش تعظیم کنند و او مهمانی و جلسه و سفرهای دیپلماسی و مشاور و دستیار و رعیت‌های خودش را دارد. او زندگی مرفه خود را در آمریکا دارد و از این لحاظ تأمین است. البته او اعتراف کرده که به سنت دیرینه شاهان ایرانی او حاضر نیست آزادی خود را فدای آزادی مردم کند. خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. او هم هیچگاه حاضر به پذیرش ریسک نخواهد بود و اگر در تهران و در قدرت بود پس از احساس خطر فرار میکرد و در غربت میمرد. شاید پسر دیکتاتور قبلی هم به سرنوشت اجدادش دچار میشد. در پایان از اینکه برای دیدن این ویدیو وقت گذاشتید سپاسگزارم.